أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای عزیز و گرامی، کوشش کنید که شما برای نفقه می روید. خداوند برای شما رزق انشاءالله می رساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینید همون مردم روز خودش از همین شراب نوشا بیزار شدگیان، برای اونها این خیلی کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه‌ای که نمازش میخواند، بچه‌ای که حرام در نمیرود، همون مردم روز باید دوست بداره با همون خیلی کارگر برای خودشون باور میکنن. بچه‌ای را میدونم به خدا میگفتن که حتی کلید همون جای پولهاش در من باور کرده است، در دست من دادگی است. به خاطری که من 5 وقت نماز میخوانم، به خاطری که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینید این باوری را در دل کی در آورد؟ همون خدایی که تو باید عبادت میکنی و ایلا کی تو را باور میکند 10 دین یک سومی روسی در دست نمیتید. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برای این دادرای عزیز در اونجا صبر کنید، شما صبر کنید. منم میدانم ما هم انسانیم، اینها را همش احساس میکنیم. با چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسکا کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنند، در کوچه ها با مبلغ های معینی که نرخ نامی کردگیان، ولی شما که اونجا قطعی گذر کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر به سوی خودش جلب میکنه. ولی کوشش کنید این سخن ها را در گوشتان گیرین و اراده مستحکم قطعی همون حکم شهیدی که خداوند برای مسافری که فقط در راه درست کار میکند، حلال کار میکند، همین را از بیخکای گوشان دور نکنید. اینجا پدر و مادراتان انتظاره، اینجا در محلداری ها از شما انتظاره، اینجا فرزندکاتان از شما انتظاری دارد. شما رفته در اونجا این مشغولیت ها را که شوین، بعد خدا زده میشوین، بعد دیگه الله که خداوند شما در نظر رحمت ندارد. دیگه آن چیزی که دریاب میکنین، دیگه او پولم در دستم باقی نمیمانه. ولی من نو 4-5 روز پیش در دوشنبه مجلس بود، حضور داشتم. 1740 دختری تاجیک ما کسل اسپیچیدگیان، 1740 نفر. ولی بسیارش از همون جمعه آوردن این کسل ها را از مهاجرت. برای این دادرای عزیز هر کدامت که رفتین راهتون سفید، خداوند شما را نگه دارد و کوشش کنین که به حرام ها نروین، پشیمان میشین به خدا قسم. فحشای میلیون پرسموتر داره، ولی وقتی میبینین یک چیزی که از پند نصیحت یک چیزی خیره، بینین چقدر برادرای عزیز معلوم است که یک امر با معروفی که در اینترنت پرتافته می شود و یا ما خاطرمان از مردم غیر مسلمان جمعی او پروای امر معروف ندارد. آن عددی که مثال امر با معروف گوش کردگی او یقینا مسلمان ها، ولی خیلی عدد چون کمه ندارن خیلی و خیلی عددش کمه. بله. این هم برادر دلالت بر چی میکند؟ بر این میکند که دیگر ما خواهشی حتی گوش کردن نداریم. میبینیم همون اینترنت. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، این برای ما و شما گفتی شاعرای ما که همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا. میگه انسان از سرمایه اماش دو چیزه، همین نفس قطعی آب نباشه برادر عزیز، اگر نفسش کو همین 3 تا 5 دقیقه بعد این منبری میره، آبش بسیار اگر طاقت کنی همین یک 3 روز یا 4 روز دیگر به آبیش هم ممکن بره، بعد از آن هلاک میشه. یعنی همین دو چیز در عمر ما بسیار نقش مهم میبازد. همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا، سخن خوب دل مردم را همان آب و هواست. انا همین نشسته همین گفتگوها مثل آب و هوا برادران برای ما بسیار مهم و ضرور است. میایم به سر حدیث پیغمبر ما، گفتیم راویش حضرت امام ابو هریره است. میگه پیامبرمان اصحاب سوال کرد، اصحاب صحابه را
هیچی هم گیم میگن پیامبرمون اصحاب پرسی صحاباش سوال داد اتدرون من المفلس گفتن میدونید که مفلس کی است مفلس گفتن المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع اصحاب گفتن میدونیم حضرت مفلس یک کسی را میگن که پول نداره از مال دنیا هیچ کی نداشته باشی میگن مفلس ولی یکون کارخانه اگر یکی به شرطی که بانکروت شود میگن مفلس شوی یعنی تمام شی اکو اصحاب ما میره گفتن حضرت مفلس یک نفری که هیچ از مال دنیا نداره نه درهم داره نه متاع دنیایی داره میگنش مفلس حضرت چی جواب دادن گفتن المفلس فینا المفلس فی امتی بین من یأتی یوم القیامت بالصلاة و الصیام و الزکات گفت مفلس های امت من بدانید که کیان روز قیامت همراهشون نماز در دنیا خواندن ای روزه داشتن ای زکات برادرای عزیز زکات پرداخت کردن خب و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا ببینید میگه همین آدمی که برادران عزیز همین آدمی که اکو مفلسی امت پیامبر ما میگه کیا هم آدمی که تصور کنین میگه نمازش خواندگی بوده است ای روزه رمضان روزه داشته ای زکات داده است یعنی یک آدمی که بندگی خدا را در دنیا کرده وقتی روز قیامت دمیه میبینه 5 آدمی دعواگر در بالوش 5 نفر دعوا دارن یک تشمیه قد شتم هذا او اوجه برادر از این دنیا نیست که اینجا به قگری کنی ما فلانی پول دارم و مال دارم و اولادم دیگر اوجه این گپا نیست دیگر اونجا دعوا میکنه میگه الله مهربان این آدم در دنیا مرا بسیار حقارت ها کرده شتم هذا مرا همین قدر حقارتی کرد که شان و شرف مرا در بین مردم پس کرد الله مهربان در عوض همین بدبختیش من میخواهم که مرا ثواب شبته من از این ثواب طلب دارم چند قدر حقارت که الله اونجا در خودش قاضی ای عدد او را میدونه چقدر به این مردک زیان و ضرر آورده مقدارش را میبینه ای نما این مردک نماز داره ولی روزه داره زکات داره میگیره یک قسمت ثوابش میتایره مقدار همون حقارت های کرد و قذف هذا یک از این آمد گفت الله مهربان این در دنیا مرا تهمت کردگیه این مرا تهمت کردگیه این مرا برده فروخته ولی هست که در این سفرهای ما این یک خدا اگر خرج بیاد دهم شره همین فروختن و خبر بردن و یک کسا تهمت زدن و همین چیزا زیادن که گفت الله مهربان این در دنیا همین خیر بود ما را تهمت زد ما ای پشتی تهمت این بینیایت روزهای سخت کشیدم چی میخوای؟ ثواب میخوام ثوابش میتن سه آدمش میاد اکل مال هذا خدای در دنیا این مردک همون کار کردیم عرقام و ریخته نگفتیم شب روز شکمامو گرسته بود تای دستی در کار کردیم نه که مال ما را خورد ما را نداد ولی در این دولت های روسیه شکایت همین بریگادیرها بسیاره همین که جایی میریم سوال همیه بابای داملا بابای حاجی اینم تریه اینا حق ما را خوردن حق میمیاد چیه حکمش اینه برادر عزیز اینه در این دنیا حقی مردم دیاد لذت بکامد گلوگی را چود روز قیامت ایجا دا میزنی راحت همون روزی که پولا یافتی میزنی کیسه دا میگوی ای نیکی خیر بهترین روز مای حقی را زده وقتت خوش میره دیگر
паро надорӣ. او روز برادر عزیز بسیار بیچاره به خدا، بی‌حد خجالتی، بی‌حد شرمنده‌ای. اکل لحظه میگیره الله مهربان ثواب دادش. دیگرش میاد میگه که وصف کدام هذا، خدای در دنیا همین خیلی بدبختی بود که مرا به قتل رسانیدگی. ولی کسایی که در دنیا یا دیگر به قتل میرسونن اونجا دعوا میکنن، میگه این مرد خونی مرا ریزانده. این آدم یک آدم بیرحم بود. ولی دیدیم در همین سفرمون آدمی را که به خاطر پولش، به خاطر مالش هم خودش پروندن در دهنی درش، هم زنش پروندن. ما همون خانه رفتیم دعا کردیم. همین تاجیکی ما پروندهش، تاجیکی ما پرونده. این خونی مرا ریزانده، حقی را مرا حق مبود که الله مهربان حقیش هم داد. آخرش آمد و ضرب هذا. خدای میگه این آدم در دنیا مرا خیلی و خیلی مشزنی و شتزنی کردگیه، من خیلی دستی آزار دیدگیم. خدایا ثواب شد. بعد از اون فإن فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه. انا که ولی این مرده که کاری حساب حسابش نکردن، ولی هیچی برای این مقصد حسابی نشده که کوی کجا میروه، چند که ثواب دارد. ثواب را این مرده که دعواگر گرفته، حاضر هیچی ندارد دیگر. نگاه میکنن یگان ثواب ندارد. این میگه اخذ خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار. انا که در اینجا برادر عزیز این مردکای دعواگر خطاهاشون همش خدا میگیره، کمبودی او را همه را میگیره، در سر این آدمی که از زمره امینا بود بار میکنن. این آدم دیگر بغیر بدبختی در دستش دیگر هیچی نداره. ثم طرح فی النار، امر میکنه برای در آتش جهنم پرتایش. آدمی که در دنیا روزه گرفت، نماز خواند، برادر عزیز زکات داد، بندگی خدا را کرد، در برابرش این فعلهای بدش ببینید در اونجا گلوگیرشی، اونجا دامنگیرشی. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، این حدیث من به خاطر آن نگفتم که من در بین شما خب به نفر اشاره داشته باشم. من هیچ کدام تر نمیشناسم به خدا قسم. من همین جا آمدم، شما را اینا دیدم، باید دیگر سلام علیک کردیم. ولی چیزی را که خواندم سخن پیغمبرمان است. این در روی ما و شما رخ دادنی است. فقط این حدیث هشدار میده که از زمره امینا نباشید. تا روز قیامت همین مهنت و همین اجرهایی که ما جمع کردیم مردم نگیرش. گرفتنش بعد ما و شما دیگر بیچاره و بسیار افگار میمونیم. برادران عزیز و گرامی، در آخر فقط اینا برای شما گفتنی هستم که بندگی خدا را به جا بیارید. از خدا بترسین در کجایی که باشید. همیشه خداوند حاضر و ناظر بدید. هیچ وقت برادران عزیز کاری نکنین که پدر و مادراتون در اوج خفه باشد. پدر و مادرها را خفه نکنین. پدر و مادرها قطعی دایم رابطه کنین. دایم از حال پدر و مادراتون پرسید. کاری نکنین که زنهاتون، برادران عزیز، اینها هم بالاتون حق دارن. پیامبر گفت اللهم اینی احرج حق ضعیفین الیتیم و المرأة. روز قیامت من همراه دو کسم. اینا کیا هم؟ یک تاش یتیمی که حقش در دنیا خوردن، دویمش زنکی که حقوقش پایمال کردن. میگم من در بین اینها از پشت اینها پیش خداوند شکایت میکنم. کسی حق یتیم خورد است حتما باید جزاش بگیرد. کسی حق زنک پایمال کرده است اینم باید پیش خدا جواب بده. کاری نکنیم برادران عزیز، زنهاتون را به اهمیتی نکنیم. زنها هم حقوق دارن. تنها تو حقوق نداری.
تنها پدر و مادر حقوق نداره، فرزند هم حقوق داره. تنها شوهر حقوق نداره، زن هم حقوق داره. حقوقهای او را وقتی که شما پایمال بکنید یقین دانید بخدا جفای ایرا در همین دنیا و در آخرت بچشید. خوب زنند به نام خدا. در همین جا بودن ایترا اونها در خانه شما در نزد پدر و مادر اولاد شد که او وظیفه او نیست، وظیفهش اجرا کرده است. دعای پدر و مادر ایترا گرفته است. احترام خانواده شما را میکند. یک مثال آدمی بگیم خدمتگار شما در اون خانه گذاشتین، آمدین در اینجا با از اینجا کتگی را بیو، این حقارت را بیو، این طلاق کردن را بیو. اینها برادران نشانه دینداری و ایمانداری و جوانمردی نیست. دیگر برادران از این چیزی که بسیار مهمه، محلگرایی باید نداشته باشیم. نگین این مردکاش از نو منطقه ایش از اون منطقه، در اینجا هر کدامت کمانده نشین، هر کدامت گروه نشین. همه شما بنده خدای برادر عزیز. خداوند انما المؤمنون اخوه گفت، همه مؤمن ها برادرند، با قبیله ها جدا نشین. و هر آینه برادران عزیز همون خاراکترهایی که تاجیکی داشتیم او را میدست نتیم. شما در این ملک های آمدین که حقیقتی اینها که همسایه شدین، همنشین شدین، اینها را خاراکترشون دیگره، فعلشون دیگره، رفتارشون دیگره. شما همون فعل و فعال تاجیکی خطا دست نتیم. بعد دیگر این برادرها که این مردم حرمت کنید. این مردم نگین که اینا کافرن، اینا را مالاشون زده گرفتن در کار، اینها را اگر بکشیم گناهگار نمیشه. این را مقصد دیگر نه. برادران عزیز، این چیزی را که تو میگوی این از همون بدبختی های خودتای. قرآن ما را خیلی تعلیم نداده. قرآن با اینها احترام گذاشتگیه. شما حتی تصور کنید در صحیح بخاریمون میگذرن، میگه وقتی یک جنازه را تا گذراندن حضرت ایجاش بلند شد، گفتن حضرت بشی یک یهودی های، یعنی مسلمان نیست.